الو جانم بفرمایید. سلام، حال شما؟ متشکرم، بفرمایید. آقای دکتر خیلی خوشحالم که دوباره صداتون رو میشنوم. من قبلا یه بار ازتون مشاوره گرفتم بابت موضوع زندگی زناشوییم که شما من گفتین که این زندگی به جایی راه نمیبره، اما الان سوال من در مورد زندگی زناشویی نیست. من حدود 1.5 سال که اومدم کانادا با همسرم و از طرف تصمیم بر اینه که از همسرم جدا بشم، ولی باید اول خودم به یه استقلال نسبی برسونم که این کار رو انجام بدم و مشکل من توی زبان انگلیسیه و واقعا آدمی هستم که اصلا درس خون نیستم. همینطور از بچگیم این مدلی بودم و کتاب خوندم برام میتونم بگم سخت‌ترین کار زندگیمه. پس بنابراین بهتره یه شوهر پیدا کنی، بهش بچسبی، آویزون بشی، الا با این حرفایی که میزنی و بازی که در بردی از استقلال خبری خدا بازی نیست آقای دکتر. باورتون نمیشه همش برنامه ریزی میکنم، واسه خودم انگیزه ایجاد میکنم، میگم باید تا این مثلا این هفته اینقدر تموم کنم. من یه لیسنینگ 2 دقیقه‌ای رو گوش میدم، 1 دقیقه گوش میدم، بعد برم 1 ساعت واسه خودم یه سرگرمی درست کنم، بعد بقیه‌شو بیام 1 دقیقه گوش بدم. چی میشه؟ نمیدونم چرا این مدلی، یعنی آرزوی من اینه که یه کتابی بخونم تمومش کنم. خب حالا نه ببین عزیز، 2 تا احتمال هست، یا کمبود توجه و تمرکز داری که آسیزی به مغزیه که تستی نشون میده، یا حرف بد میخوام بزنم آماده باشه، دختر لوس نونوری هستی که بازی در میره. یکی از این 2 تا یا هر دو. و الا این که من که یه کسی به من بگه که از یه پشت بوم بپر پایین، میتونم بگم نمیتونم، جرئت نمیکنم، نمیشه. ولی که به من بگه بشه کتاب بخون، بعد بگم بعد از 2 دقیقه ول میکنم میرم. چون اگر ADD نیست، فقط آدمی هستم که تو زندگیم گفتم من ابداً حاضر نیستم دردی رو، رنجی رو برای رسیدن به چیزی قبول کنم. و به همین جاست که اون پیشنهاد قبلی بود به چسب یه بیچاره‌ای مثل زالو خونشو بخور و به هر حال زندگی. اتفاقا من یکی از حرفای شما رو که شنیدم میگفتین که شما اگه خانوم نیستی که نمیتونی استقلال نسبی داشته باشی، برو کر و لال و نمیدونم کور و خر و اینا بشو، کوری، کری، لالی، خری. بله. حالا تو من بگو اولا هر دوی شما چند سالتون عزیز؟ من 32 سالم و همسرم 33. حالا خب به من بگو که 2 تا مشکلی که با هم دارید چیه؟ همسرم چند بار بهم خیانت‌های مکرر داشته و اینکه دست به زن داره. خب این دیگه 2 تا مشکل اصلیه. خب من اینه. اون که دیگه مسئله است. به من بگو رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟ نه افتضاحه. افتضاحه. خب پس بنابراین اونجا الان دقیقاً مثل یه 2 تا همخونه‌ای فقط داریم. خب حالا اونم بد نیست. چه مدتی است با هم ازدواج کردی؟ الان 7 سال میشه، 6-7 سال میشه. خب ممکنه من بگید که برای چی اومدید کانادا عزیز؟ همسرم پذیرش گرفت دانشگاه و اومدیم کانادا. برای چه چیزی ایشون پذیرش گرفت؟ رشته مالی، فایننس. اوکی. خب ایشون درباره جدایی و طلاق چی فکر میکنه؟ ایشون آقای دکتر ترس از خانواده‌اش داره، وگرنه بعدش نمیاد جدا بشیم. ترس از خانواده‌اش یعنی چی؟ این خیلی آدمیه که مثل یه پسر 15 ساله میمونه، جرئت نداره به خانواده‌اش از مشکلاتش حرف بزنه، چون خانواده‌اش اینجوریه که سریع جبهه میگیرن بهش و به جای اینکه عقلانی به موضوع فکر کنن از یه طریقای دیگه‌ای وارد میشن، بیشتر بهش استرس وارد میکنن، مشکلش رو حل نمیکنن. بعد واسه همین اصلا جرئت نمیکنه بگه من میخوام طلاق بگیرم، یا حتی به منم حتی این موضوع رو نمیگه. من خودم زیاد در این مورد فعلا گذاشتم موضوع رو کنار تا خودم به یه جایی برسونم، جاش دیگه بگم خوش اومدی، هر کی بره دنبال زندگیش. خب حالا به من بگو که ایشون زندگی اقتصادیتون الان چجوری میگذره؟ با کمک دانشجویی ایشون؟ بله با کمک دانشجویی و ایشون کار میکنه همزمان که درس میخونم. خب تو اون وقت چه کاری از عهده‌اش برمیای که انجام بدی؟ من من قبلا توی ایرانم لایفگارد بودم توی استخر
اینجا مدرکمو گرفتم، تموم شده، ولی خب تا وقتی زبانمو کمی بهتر نکنم نمیتونم برم دنبال شغلی در مورد. حالا زبان که اولا میتونه حالا از طریق خوندن ممکنه حتی 10-15% باشه، 85% در چارچوب یه مقدار رابطه است و شنیدنه. بنابراین تو تمام مدت تو خونه میتونی فقط اخبار رو بشنوی که فقط حرف میزنن، نه اینکه بی خودی درگیر بسیار حرکتی و یا موسیقی چیزی بشی. و ضمناً هم خب تو ماشینم که میشینی اگر هست بذار فقط یه مقدار تیپا به گوشت بخوره یا کتابای ساده، متون ساده زبان رو که بسیار از اوقات اینا به اصطلاح وکابولری و لغت کنترل شده دارن. یعنی مثلا میگن این یه سریز فعلا توش 300 تا لغته، بعد تو سری بعدی که 500 تا لغته اون 300 تا آمده. از اینا میتونی بری توی کتاب فروشی ها یا کتاب خونه ها بگیری عزیز، و بدونی که اونقدر فشار به خودت بیاری زبان رو یاد بگیری. موضوع زبان اتفاقا برای تویی که خوندت برات مشکل، زبان معمولاً که هجاهای بی‌معنی مشکل نیست. بنابراین فقط کافیست از یه راهی بری که با توجه به شرایط روانی که در این ارتباط داری و حرفایی که به خودت گفتی و باور کردی اذیت نکن. یعنی من فکر میکنم همونطور که یه بچه کوچک بدون که کتابی بخونه زبان یاد میگیره، تو هم میتونی تقریبا یه مقدار زیادی از زبان رو همین گونه پیش بری و کمی هم مطالعه دیگه اون خلأ رو جبران میکنه. بنابراین به جای اینکه موسیقی بشنوی، به جای اینکه فیلم ببینی، تمام مدت درگیر اخباری شو. برای مثلا 1-2 ماه که بمباران مقدار لغات کلمات بدن، فیلمایی که اونقدر اکشن یا حرکت نداره، مثلا فیلمایی که روزانشون میدن که فیلمای داستانیه که توش دائما حرف زده میشه، حالا بعدش هم باز فیلم میتونه کمک کنه. تو از اون طریق میتونی حالا پیشرفتی که کسی با یه نوع خوندن سنگینی مثلا ظرف 1 سال انگلیسی یاد میگیره، حالا مال تو بشه 1.5 سال یا 2 سال، ولی به هر حال این تنها راهت اگر مشکل تو فعلا زبان. اصلا خیلی آقای دکتر برای من جالبه، منی که زبانم خوب نیست پشتکارشو داشتم که برم 5 تا مرحله توی استخر برم مدرکشو بگیرم به هر مصیبتی که شده، ولی توی این که بخوام پشتکارمو خرج بدم توی یادگیری زبان برام سخته. من همیشه هم همینطوری بوده، تو کارهای عملی خوب پشتکارشو داشتم، میرفتم هر جور شده میجنگیدم، ولی همین که میخوام یه چیزی یاد بگیرم اصلا استوب میشم، نمیتونم برم جلو. خب حالا اون البته خاطر دوران بچگی نه بیشتر نه عزیزم، حالا از هر دلیلی هست این مقدار تصمیم گرفتی که من نمیدونم و نمیتونم. اون بازی نمیتونم و خیلی ها دارن و ازش بگذر. خب نمیتونی حالا بقیه گفتم یه کاری رو تو 1 ساعت بکنن، تو 5 ساعت 10 ساعت بکن، ولی باید انجامش بدی. اون راهی که به تو گفتم اونقدر فشار رو تو نمیذاره، بازی در نیار، چون تو تخصص این که هر کسی به تو یه چیزی بگه اینم نمیشه به دلایل آنچه که خودت میدونی و یا سنگی رو بیاندازی. بنابراین اگر مشکل تو زبانه، دومی که به من میگی کارهای عملی دوست دارم، برو کارهایی که توش عملی هست و ضمناً درآمدی هست. حالا اگر ماجرای کاری که داری انجام میدی بازاری داره و میشه کاری براش پیدا کرد همونجا، فعلا این همه کارهای عملی دیگری هست که میتونی بری یاد بگیری که احتیاجی به خوندن و نوشتن اونقدر نداره و همینقدر که یه حداقلی زبان بدونی میتونی کار بکنی، یا باید باشی بری توی محیطایی که ایرانی هست که اینقدر احتیاج به زبان نداشته باشی. درسته. در این شما کدوم شهر کانادا هستی؟ ساسکاتون. اون نمیدونم کجاست، نزدیک کجاست؟ اصلا شهرش کوچیکه و اینکه اصلا ایرانی زیاد نیست که بخوای مثلا روی مشاغل ایرانی نه فهمیدم عزیز، بهانه در نیار. شرق امریکا یا غرب؟ شرق کانادا یا غرب کانادایی؟ شرق کانادا. خب بنابراین شما میتونی برید تورنتو، اونجا هست محیطایی هست که کسی که بخواد کار بکنه میتونه تقریبا زبان رو اونقدر ندونه، این همه مؤسسات ایرانی هست، میتونه بری اونجا کار بکنی، در این حالم توی مدت زبانت هم بخونه. درسته. بنابراین دلیل نداره بری یه شهری که ایرانی نیست عزیز. یعنی شما فکر میکنی من دارم بازی در میارم؟ نمیدونم. کاملا تو بازی در میاری، اصلا نوع حرف زدنت پیداست. دیدی از اولم بهت گفتم دوستان اونو ابسولوتلی هستم. تو اصلا تو باهوشتر از این هستی که مثل که من برگردم به تو بگم من نمیتونم از سر جام بلند شم. اصلا مشکله برای من، اصلا غیر ممکنه که دستامو بلند کنه.
من چرا قبولت کنم؟ تو از بس این حرفا رو زدی برای که یاد گرفتی از دیگران سواری بگیری. دیدی که بهتم گفتم مثل زالو به چسب بدنم ول نکن. آخه من خودم همیشه فکر میکنم چون که بچه بودم همیشه یه معلم خصوصی داشتم بالا سرم که مثلا منو به زور بکشه جلو. آره دیگه همون اشتباه همونجا بود. اشتباه همونجا بود ازم. شخصی دارم که باشه آقا بالا سرم هی بهم میگه بخون. دقیقاً منم فهمیدم با فایده هم نداره. ببین عزیز، من همیشه گفتم بدترین خیانت پدر و مادر اینه که بچه‌هاشون از کار بیاندازن. من حرفم اینه که بچه در 10 ماهگی میتونه جوراب خودشو در بیاره. 10 ماهگی باید پدر مادر کمکش کنن در بیاره. هر کاری رو که بچه میتونه با آهستگی و با اشکار انجام بده باید بذاریم انجام بده. تو برای معلم گشتن اونجا گفتن تو اصلا مسئولیت نداری، ما برای درس تو میخونیم و بنابراین تو تبدیل شدی به یک کسی که من نمیخوام زحمتی به خرج بدم و توجه بکنم. بگید من بفهمم، بگید من بشنوم. به همین جهت است که تبدیل میشه به یه آدمی که میگه من از خوندن نمیفهمم، حواسم پرت میشه، نمیتونم بخونم. برام تعریف بکنید متوجه میشه. دقیقاً همینطوری که شما میگید. دقیقاً. برای که کاملا معلومه یه ذهنی است که میگه من از این طریق مثل که آدمی که برگرده بگه این کفره و من این کارو نمیکنم. و برای تو هم این حرفا رو به خودت زدی و باور کردی ولی اصلا معنی نداره عزیز. مثل که من بگم فارسی رو از طریق اینکه دیگران حرف بزنن میفهمم ولی از رو کتاب نمیتونم بخونم. خب اصلا معنی نداره. بنابراین فقط یه بازی، it's a game. و از بس گفتی برای تو شده عادی و بعد همینقدر که یه ذره به سربالایی میخوری و دردآور و رنجاور نمیکنی یا تازه اصلا دردآور و رنجاور هم نیست، تو رو از کارهای دیگه باز میداره. چون همیشه هزینه هر کاری اینی که ما کارهای دیگه نمیتونیم کنیم. تو الان تلفن کردی که نمیتونی ورزش بکنی، حالا که نمیتونی کتاب بخونی، حالا که نمیتونی بری تو مغازه با یه کسی حرف بزنی خرید بکنی، ولی که تو خودتو محدود کردی به گفتگوی با من. و بنابراین بازی که در میاری این است که من همیشه یه جوری مشغولم. ولی به هر حال عزیز، بحث رو زندگی زناشویی اینگونه که تو توصیف میکنی بده و فقط باید مواظب و مطمئن باشی که بچه دار نمیشی. دوم، تو باید زبان رو یاد بگیری. برای که آمدی اینجا بهترین کار اینی که حالا از طریق خواندن نباشه، از طریق کلاس نباشه. همین الان همین CD های مال خانم نصرت یا آقای نصرت، اینا چیزایی هستن که از طریق شنیدن ببخشید زبان رو یاد میدن. بنابراین از این طریق میتونی استفاده کنی که بیشتر از طریق گوش باشه که بشنوی. بعدم گفتم تلویزیون یا رادیویی رو که به زبان انگلیسی است و فقط حرف میزنه یا اخبار داره بشنو که کمتر این کلمات بره تو ذهنت بگیره بشنه و بعدم بتونی باهاش زندگی کنی. بعد آقای دکتر یه چیز دیگه هم که هست، مثلا میرم تو این کانورسیشن هایی که مثلا میذارم برای مهاجران میشینم یه نیم ساعت اینا که حرف میزنن اصلا دیگه خسته میشم بخوام بشینم گوش بدم حرفاشونو. اینا همه فکر میکنم به خاطر تنبل بودن ذهنمه یا اینکه همه چی لوس بودن. اینی که زندگی باید ساده و لذت بخش باشه. همچی دنیایی نداریم عزیز. زندگی سخت و مشکل، تار و پود زندگی هم درد و رنج. اگه حاضر نیستی درد و رنج بکشی و سخت و مشکل بودن چه قبول کنی، تو زندگی از پا در میاد. بنابراین سختی که باشه کی گفته تمام آدمایی که تو زندگیشون موفق شدن با سختی کار کردن و الا اصلا شدنی نبوده. ادیسون بیش از 10,000 خورده ای آزمایش کرد تا بالاخره تونست لامپ رو متوجه بشه و پیدا کنه. اینقدر بهش میگفتن که دیگه بسه، میگم من همه اشتباها رو کردم دیگه، این راهی که بعدیه احتمالاً راه درسته. نمیشه که تو این موضوع کوتاه آمد. و ما تو دنیای زندگی میکنیم. ارنست همینگوی تا 40 صفحه 30 صفحه تا 40 صفحه نمونهش از اتاق بیرون نمیامد. ویکتور هوگو لباساشو در برد میداد به خدمتکارش، میگفت من تا 6 ساعت دیگه من لباس نده که من نتونم از اتاق و خونه بیام بیرون. یعنی آدما خودشون رو وادار و مقید میکنن به اینکه کاری بکنن. تو به مجردی که چیزی رو فکر کردی میخوای یه کار دیگه بکنی یا دوست نداری ول میکنی میری دیگه. هنوز هیچی نشده جا میزنی. نه، این بازی رو متوقفش کن. علاوه حالا در جهت زبان خوشبختانه راه شنیداری خیلی از اوقات برای بسیاری بهتر از راه در حقیقت نوشتاریه. بنابراین از اون طریق شروع کن، ببین چه میکنی. بلنم سر به سر همسرت نذار، کاری به کارش نشته باش، بذار کنار اون اقلن زبان تو یاد بگیری تا ببینی بعدن چه میشه. آره دقیقاً دارم همین کارو انجام میدم. اوکی، مواظب خود باش. تمام جان. اوکی. نه دیگه وقت نمیگه، حرف تکراریه. خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز. خیلی ممنون از راهنماییتون، واقعا تشکر. خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.